کارت هایی که بچه ها قراره امروز داشت خرید کنن خیلی محدوده. امروز یکی از اون ویدیوهای فروشگاهی داریم، اما با یه تفاوت خیلی بزرگ. امروز 2 تا از کارتامو به بچه‌ها میدم و باید برن باهاشون خرید کنن، ولی بودجه‌های کارتا متفاوته. یعنی یکی از کارتا بودجهش خیلی ممکنه زیاد باشه، یکی از کارتا بودجهش خیلی داغون میتونه باشه و این قضیه رندوم اتفاق میفته. هیچ کدوم از بچه‌ها نمیدونن که کدوم کارت دستشون افتاده. محمد اینجا داریم داره رانندگی میکنه، راننده شخصی گرفتم بچه‌ها. دیگه از این به بعد هر جا بخوام برم همین راننده شخصی ببرات تفلیج خلوت. ما داریم این دنبال سامو برداریم. من یه دور دیگه هم جریان رو به سام توضیح بدم، بعد بچه‌ها رو زدی به کسی یارو داره خلاف میکنه. فروشگاه کجا بریم؟ میریم فروشگاه افق کوروش و این ویدیو فقط اینجوری نیست که بهتون کارت بده. الو حرف من داره میپره، من اینجا دارم زر میزنم. آقا به شما نگفتم وسط حرف مردم نپر. من اینجا دارم میپرم. من دارم نداش، من میپرم. بچه‌هایی که میپرین وسط حرف بقیه بدونین خیلی گاوید. الان گفتی واقعا اینو. خونه سام یه لحظه نشون میدم، برید توی گوگل مپ پیداش کنن بیان بریزن جلو. تجمع کنن. بچه متیو از این فاصله ندیده بودین نه؟ او خیلی ویدیو هم داره کیرینج، حالم داره به هم میخوره خدا. هر کن کپی رایت خوردیم. کپی رایت چی؟ نمیدونی؟ چی؟ دیوانه شدی؟ سامبولز دیوانه. داداش چخ مبارکی اول فضیه. بیا تو فش کن کاتام اول فضی. آقا بیا تو چرت و پرت نگو، بیا بشین. سلام آقا چخ مبارکی اول فضی شیرینی. آقا سلام عزیزم. سلام. خب آقا من ادا ماشین چی بوکس تو سرویس کردی؟ برو سرویس کردن. امروز برام تو خرید. آره تهران مال. تهران مال کجاست؟ داش ما 8 بریم تهران مال. بعد با یواش کرد. وای به یه جایی نزدیک شد که نزدیک تصادف بود، فریاد داد. آره. یکی از کارتا زیر 100 تومنه، یکی دیگه بالای 100 تومنه. بابا بی خیال زیر 100 تومن توف نمیندازن کف دسته. باید بخریم، به من مربوط نمیشه. وای اما بعد میخواد ما رو بدزده. وای داداش این شیرینی گواهینامه ما چی شد؟ شیرینی میخواد؟ وای دادم وای. من خودم راننده‌ام، فقط زیر سن قانونی رانندگی. قشنگ مشخصه داری دروغ میگی. بدتر اینجا اومدم. ویدیو میذارم روی همین ویدیو. وای دادم وای. اما سامبولز ترک بود، ما خبر نشد. نگاه کن دیوانه رو نگاه. گفتی ترک. آره. گیلکی؟ گفتم بزن اینجا مشاهده. من نمیدونم. یه رگم گیلکی، یه رگم پارش. من آمریکایی هستم. منم لور آمریکام. لور آمریکا. وای داره قرص ایکس باش میرسونه. لیدوکاین. وای بخور وای آدم سه. شما خوردین؟ ما تمام کردیم. ما خوردیم آره. الان همش تو میذاره. چه خوشحالین از این ویدیو. خیلی داداش خیلی اصلا خوشحال. تو خوشحالی؟ بزن. به تو بوجه زیاده رو میدم. استفاده کن. آقا رسیدیم. کاشکی نمیرسیدی. را بودیم، خوش بودیم، دیوونه بودی. نه سوال خوش بودیم. فرض کن اصلا ابوالفضل راننده نباشه، نه گواهینامه گرفته باشه، همینجوری الکی ما رو آورده. مثلا این ماشین دزدی برداشتیم. من ماشین دزدی باشه گفتی کاری نمی‌کنم نه. بریم بیرون بابا، خطرناک. آجی درم قفل کرده بود. آقا 2 تا کارت اینجا هست، هر کدوم با یکی بلو رو برداشتی؟ آقا وایسا این بچه هم انتخاب کنه. یکی رو بردار. اینم برای شما. آقا میرید داخل. وایسا کجا می؟ ببین کاغذای زل له شدن ولی هنوزم قابل استفاده. چشاتونو ببندین. چشاتو ببند، یکی رو بردار. چی نوشته؟ خوراکی و تنوع. برای تو اصلا برو چیپس، برو هر چی دلت میخواد بردار. وای برای محمد امیدوارم یکی از هم نوشیدنی بودجه. خب من یه لحظه میدید اینا رو. یه لحظه میدید. بله 13 الان بالو میدید. 13 آقا من اینا رو قبول نداشتم، بریم برای راننده بعدی. من قبول ندارم. برای یکیتون کمه، برای یکیتون زیاده. فقط حواستون باشه اشاره مستقیم نکرده. بودجه کارت بالای 100 حساب کنید که پایین 200 تومنه. خب و اونی که پایین 100 خودتون از 20000 تومن تا 60000 تومن تصور کنید. بریم آقا، بریم تو. سلام خوش آمدید. فهمیدین چی شد؟ می‌خواستم بگم خسته نمیشید، گفتم خوش آمدید. اول چی برداشتی؟ 40 تومن بودجه‌مو فقط این میبره. برای تو نوشیدنی بود، برای تو آقا کجا؟ آقا همراه من باشید. اینا رو نگاه کن. آره بیا اول کارهای ابوالفضل، کارهای اداریشو انجام بدیم. وای میخواد طلاق بگیره. میخوام ریسک کنم 100 تومن خرج کنم. یعنی کدوم کارت؟ بلوه.
میخوام ریسکشو آها. به جون بخرم. ریسک نمیکنم. خیلی نیست که 100 تومنم ریسک داره. من نمیخوام. بودجه‌مون کمه چرا مسخره می‌کنی؟ بچه‌ها من حقوقمو نگرفتم. اگه می‌گرفتم الان بودجه خیلی بیشتر بود. 5 تومن بود. 7-8 تومن دیگه کفش بود به اول فضل. وای وای وای. خیلی خرج می‌کنی. وای وای وای. شرمنده شو. چه دیگه بابا مزخرف برو. چیکار داری می‌کنی تو اونجا؟ من واسه خودمو برداشتم. 3 تا؟ حاجی داره برای کل هفتهش کشیدنی واسه خودمون دارم میگم. آها من تک‌خور نیستم. چقدر مهربونی. یه دونه میزنم. عمو حالا که اینجا شد 2 تا میبرم. برای منم بردار. عمو برای منم بردار. یه سوال دارم اینا با هم چند میشه به نظرت؟ 90 100 تومن اینا. همین قبل بخوای خرج کنی؟ بیشتر. مطمئنی؟ سامی حواست به بودجت باشه. شاید بودجت کمه شاید زیاد. من خیلی خوب. من انتخابمو کردم. همین یا لوز میدم از پول خودم خرج میکنم. نه دیگه. لوز نمیدم از پول. لوز بدی باید بری پس بدی. نه چون خودم میخوام بخورم. آزون پایتر تیتو چند؟ 2500. چی؟ 10000. بدبختیش اینه که اصلا ببینیم این کارت پوله دست من. آره چیه. دقیقاً. کارت پول منظورتون دست کدومتونه؟ به نظرم دست من میگم دست خودمه. بلو چیزیه که تو همیشه پول زیاد. در نهایت این ویدیو سود میکنی چون قرار بشین ماشین خوراکی بخوریم. خب حله. بردا بیشتر بردا منم میخوام. داشتیم هم ریسک پول کنم. زیاده دست تو فهمیدی؟ 3 تا برمی‌داریم برای ریسک. تاش حافظ حساب میکنیم. آقا تاش اینه که هم حافظ اسپانسر ویدیو. در نظرتون کدومتون آبروتون میره الان؟ من کارت دست من باشه کارم. اول تو حساب کن. 3 تا تیتابو تو خب ببینیم که این چه ویدیویه واقعا؟ چقدر میشه؟ 43 و 500 67 33 ببینیم کارتی که برداشتی همون کارتیه که محمد آره من حرف نمیزنم. کشید؟ پس احتمالاً کارت من اون کارتیه که کمتره. کم برداشتی برو بیشتر برداشت به نظر من. کارت زیاده؟ نمیدونم. بر تو 100 خورده ایه؟ 13 باختم آره. نمیدونم. احساس میکنم باختم آجی. نمیدونم. اینو بده من. اینو بده. نه کشید. کشید؟ جفت کارتا کشیدن. قرار بود یکی از کارتا نکشه و بچه‌ها ضایع بشن ولی جفت کارتا کشیدن و معلوم شد موجودی 2 تا کارت زیاد بوده. آقا میبینم که جفتتون سود کردین. عمو زانتیای صفر خشک نزنه یو بهمون. وای 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 وای. وای زد. تموم میشه. یه بار بشین داخل چرت و پرت نکن. خب عمو مرسی. سلام. آقا داشتی فلزی ها. چه احساسی داری بودجت الان تقریبا صفر داره میشه؟ در واقع بازنده این ویدیو نه تنها تو بودی؟ حرفمو یادم رفت. بازنده این ویدیو در واقع قرار نبود فقط اینجوری مثلا زایشه. بازنده این ویدیو به این شکل بود که برمی‌داریم یک روز اکانت اینستاگرامشو میگیریم. خب یعنی اینجوری بود که از بین شما دو نفر به نظرتون کدوم بودجه کمو داشت کدوم بودجه زیاد داشت؟ سام بودجه کمو داشت من بودجه زیاد داشت. سامبورز بودجه کمو داشت با این که تونست حساب کنه ولی باخت. چرا باخت دیگه. چرا بودجه کمو داشتش. چرا ربطی داره؟ من این چه ویدیوهایی میگیره؟ دارم میخورن دو نفر این اصلا ذره مهم نیست براشون. نمیخورم ها. خیلی خوشمزه. چیزای بیشترم خواستی بگو بدم. بده من دست حساب مال من. یعنی الان تو اکانت اینستا من خودم باید بدم به اکانت اینستای تو رو می‌خوایم ما الان. متی اکانت اینستا تو بده. گوشی تو بده من یه کاری تو اینستا دارم. گوشی میخوره دیدم دست. گوشی نیاوردی دیگه بده. عکسای شخصی دارم. هیچ عکس شخصی تو گوشیش نیست. ست لختانه داره. سام چی حرف میزنی که بخوای عکس لختی از خودت براش بفرستی که عکس لختی واسه خودت؟ بطی. محمد رانندگیش خیلی پرفکته بچه‌ها. آره واسه الان بریم یه جا پرفکت بودنش رو نشون میدم. اما این تیکه آخر آشغالش دیگه زبونتو میندازی تو چرخونی نمیاد بیرون. شما چه حالتون خوبه؟ زبونتون رو میندازید تو. وای 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 میدونی چیه که بده از رو محمد چیه که بده؟ چیه که بده؟ چیه که بده؟ چیه که بده؟ یه چیز خیلی بد. بگیرین داره خودش شاشیدن رود که داداش رانندگی 3 اصل داره. اصل اول پیرمردان که در مسیر شما قرار میگیرن گیر گرفته قرار نشوند. اگه مثلا تو داری با ماشین میری جلوت مثلا دره سمت چپ پیرمرده سمت راست جوونه تو باید بگیری رو پیرمرده. باش میتونی ترمز کنی. ما داریم جوری در نظر میگیریم که توی ترمزی نداریم. چرا این ماشین باید ترمز نداشته باشه؟ یه خیلی سوال با می‌پرسم. چرا باید بشه همین چیزه؟ محمد گفت که همه جا رو قفل کرده درسته؟ اما این وای واسه اینو در بیار شیشه رو بشکن. یعنی سامبوز اصلا خوب فیلم برداری نمیکنه. من اینو زندگی هر روز دارم بهتر من متوجه. تو از عمد گفتم بده به سام که خراب کنه دیگه. آره. با نکش ما رو.
محمد آروم برو. اصلا نیست ما اینجا داریم سکته. محمد ما رو برداشته آورده نمیدونم ناکجا آباد اینجا. دیدم بعد ویدیو میخوام یه کاری کنم. چیه؟ محمد ما اینجا چیکار می‌کنیم سوال اینو بذار کنار. داره. گوشیتون اصلا لطف می‌کنی. باز قاب ننداختی نه می‌خوای از ما چیز بگیری؟ من قاب نمیندازم گوشه ازش بیفته. خب نورش چجوری زیاد؟ بابا من پای منو سمت راست. وای فیدیشای چنل. از پایین سفید. نه یه دونه بزن پایین. بچه‌ها یه دونه بزن پایین. عده بلد نیستم من کار چه جذاب شد من لامصب اینستاگرام. ما با جایده کار نه، من فقط این اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب و چند تا پلتفرم کار. چی نگاه این چی حاجی؟ صداشو بزن باحال. پیج سامبوز بهمن. من چند بار پیج دست اومده میتونم هر کاری میخوام بکنم. من اصلا تو ویدیو نیست دارم ببخش. داره با بقال سر کوچه چت میکنه. سانسور کن. اولا که استوری میذاریم مثلا بین استوری. آقا نکن استوری نذار. خب ببین اول که اوه این چیه؟ وای ببخشید کار خاصی ندارم. ببین یه نه استوری میذاریم اول. خب آقا این پیج توسط عمومتی هک شده داخل ویدیو. آقا حرف نزن دارم استوری میگی. پیجو گرفت دیگه. متی پیجو کلا داره. پیج از این بعد بر منه دیگه اصلا سامبوزی در کار نیست. خب آقا این از استوری من اصلا کار ندارم. نمیره. عزت عباس من رانندم میگم میره. تو که کجا راننده؟ میشه باید فرمونو میچرخونم بعد چی میکنم؟ داش این فرمونش مشکل داره. اول بعد فرمونو بچرخونم. میدونم لازم نیست بگی من. ما رو اسکول من اینجا گیر افتادم. کمکم مورد نداره. من اینجا واقعا گیر افتادم. بچه وای همه چی افتاد. تاریرم تک کن. بله ما اینجا داریم سوء استفاده میکنیم. به شما نرسه اول فضل اغلی باید به کی برسه؟ نمیخوای نگاه کنی؟ چرا؟ صدا یه دونه صدا رو زیاد کن. آره این دیگه برای منه. تگم شروع کردم. کنترل تو بانمک. خیلی دیگه. نکنید. من فقط با یه پلتفرم که کار ندارم میدونی بالاخره تیک تاک هم بالاخره پلتفرم. فیس آیدی تو باز کن. آقا باز کن. این کی داره حرف میزنه؟ سامبوز امروز گوشیشو به من رایگان داد، اکانتش هم رایگان داد، کل هر چی تو گوشیش داشت. اینا رو بهت رایگان میدم ولی قوالش فقط هیچ سری میبینی. تو همونجا بود دقیقاً. کار خاص دیگه این ندارم. خب تو عکس زایه یه چیزی داری استوری کنم؟ نه من دارم عکس داری ازش؟ منم دارم ولی تو گوشی بابا خفه شدم دارم. ببینیم سامبوز تو تاریخچه گوگلش چی داره. باز ترسیدی یه از دادی زد. نه هیچ خودم نمیدونم. آقا اینجا با این گوگل کار نمیکنه. آقا نکن محمد. آقا نکن. آدم باش. درس میخونم داداش. من چیکار دارم؟ درس میخونم. جواب فعالیت صفحه 62 علوم نهم. به خدا درس میخونم. دیگه چی داره؟ من بیا نگاه کنیم. تاریخچش اینجاست. آخ جون. ابو عبیده چیه؟ این چیه؟ وای نه با اینو نشون بده. وای دختر فیک. برای فیلم توئه. من تو چیو به نشون میدادم؟ خسرو جان زنگ میزنم. چی؟ اون فیلمه. چی شد؟ هند این هند گرل دختر دست به دست؟ نه دست به نه. این واقعا دیگه دست در دست عادی نیست. اینو مثلا یه همچین چیزی می‌خواستم که برای تامین دیگه. این دست در دست چیز گفت اینو واقعا؟ اول نیوتن قانون دوم نیوتن. بابا اینا چیه؟ به خدا درس می‌خونم برو پایین. مشکل باز نکردن کانتر سورس ریختم به دختر دایرکت ایکس هم کلا رفت. یه لحظه برو تو گوگل پیو سرچ کن ببین چی میاره. بزن کی رو سرچ کن؟ فرانک ویت هیپ به شرکت باشگاهه. برو تو کروم سرچ کن. کیو سرچ کن. به واسه رفتیم. نه بچه سالمی هستی خدا رو شکر. برو تو اون برنامه شبیه ماشین حساب حجمش 15 گیگ. برو یه ماشین حساب بیشتر نداره. مثل ما نیست. اما خدا رو شکر فیلم خرابو پیدا نکردین تو گالری بود. محمد آروم آقا آروم. آروم